صاف کن اینو منم اد بزنم تو پلیلیستم بیام. خب رفقا حل شد. عشقم که سلام رفیق، خوش اومدی به یه ویدئوی دیگه. امروز قراره بریم با هم ببینیم رپ آمریکا بهتره یا رپ ایران. البته رپ نه، ترپ آمریکا یا ترپ ایران. بچه‌ها همین الان که ویدیو رو باز کردید حتما یه کامنت برام بذارید و بگید هر چی دلتون میخواد، هر چی دلت میخواد راجع به ویدیو، راجع به خودت، راجع به عشقت، راجع به هر چی که دلت میخواد بگو. با هم حرف میزنیم دور هم بالاخره دیگه. کامنت خیلی مهمه و حتما تو این چند روز قبل، چند روز بعد و آیندگان زیاد شورت ویدیوهای چند رو هم چک بکنید. تو دیسکریپشن هم لینک های اینستاگرام و اینا هست، سر بزنید بدون معطلی. دوست دارم سریع بریم سراغ ویدیو ببینم آقا بالاخره علیرضا جی جی ما بهتره یا فیوچر اونا؟ واقعا سوال بزرگیه ها و میخوایم تو این ویدیو باش جواب بدیم. فکر نکنم آمریکا راحت میزنه، چون من با وایب گرفتن میخوام نمره بدم. بالاخره زبون ما فارسیه و شاید یه موزیک فارسی عمرن اونقدر نترکه، ولی از نظر کوالیتی ممکنه بهشون برسه. میدونی چی بهت میگم؟ ویدیویی که امروز قرار بریم ببینیم از چنل خوب گلدن استریت، یکی از بهترین چنل‌های تاپ 10 و اینجور داستانای رپ فارسی، تو دیسکریپشن میذارن. دوست داشتید برید سر بزنید، ببینید، سابسکرایب بکنید و کلی حال باحال بهشون بدید. برو بریم توی ویدیو. بچه‌ها توضیح راجع به ترپ بخوام بهتون بدم. ترپ سبک موسیقی از شاخه تیپ هاپ اومده که سال 1990 اختراع شده جورایی و ولی 2015 2014 بود که خیلی اوج گرفت با ترک پاندا مثلا. ما این ترکایی که دیگه جریان میشنویم تو ایران هم اومد، خیلی محبوب تو ایران، که اکثر ترکایی که ما داریم میشنویم جدیدن از رپ فارسی و رپرهای ایرانی دیگه رو سبک ترپ هست، حداقل 1/3 و کلا هم فرقش این بود که اون اوایل خیلی هیت شد، گفتن که ترپ موندگار نیست و این داستانا خیلی شلوغه، خیلی بیسای بالا داره و این داستانا، ولی ترپ موندگار شد. همین حرفی که راجع به دریل هم دارن میزنن، ولی من فکر میکنم دریل هم موندگار بشه. ویدیو از چنل گلدن استریت. برو. بعضیا پر رابطه، ام جی بعضیا روی دور ثابتن. اولی ام جی فکر کنم برای کپی رایت کم گذاشته بود. ترک بالانس. بریم فیوچر. یکی از محبوب ترین آرتیست‌های رپ آمریکایی منه حقیقت، همیشه هم تو پلی لیستم هست. اوکی اولی قطعا فیوچر. یکیش آمریکا، بعد زیر تو مانکیت سیو که تیر ترپ بود اسم کنیم بالا و پایین پر پک تیز بده بستونام رو داریم دوره قبل و ول کن حالا کجایی کل روی دریل هم ولی عاشق ترپ. سلام اعتبار برپ شتا تو همه ریبار شهر با من بونجل تانا کرایی این فو آرتیست های اون ورشه قویه خوبه ما رو نداشتی گنگستر. هی تازگی ها شعر می نویسم. اوکی بازم چیز دیل بیبی قطعا. تتر حرمسرا. تتر رو حاجی من دلم براش هنوز داره میسوزه، ولی خب کنسلو دیگه. دارم کافر میشه برقو که حرفشو نزن، برفش خار مادر میشه، چشاتو باز کن درست ببین چند تا داری آدم پیشه. حرمسرا رو حاجی نبودم، یعنی همون تایمی که اومد خدا داشت یه جایی ریدی، خب یه جایی ریدی با اینکه استوری گوشی نیفت 15 ساله میخوام بیا اسخایی کن دیگه، چرا بعدی به موزیک 15 دقیقه ببندی گوزو به شایقه ربط بدی و بگی من حقم حرمسرا. اوکی اینا بده، ولی حرکت تو هم بد بود اون موقع، این تو دلم مونده بود. بریم بعدی. نشیدم من موزیکو. حاجی من میوزیک ویدیوی ماما ستار رو ندیده بودم حقیقت. این مدل رو بیاریدش. بدون بازی با اون جوری نداره قانون. ای بزیلیک عشق من دریک. آلبوم آخرش. وای خب اون بازم دریک دیگه. فعلا آمریکا حالا ما کامبک میزنیم بچه‌ها. باختایی که دادیم بود سنگین، میدونی وو کچی بیتس یکی از حاجی با این ترک شبا رو بگذرونید، شبای خوبو، شب جمعه ها رو بگذرونید. من سر پول هرچی هم میگفتم نکامل نمیکردی، بیا لبخند رو دیوانم بغل مون. عشق شما ها اومد. کاردی بی بود. اصلا شما که فکر کنم به صدا نشناسید با اون رو، فقط به یه چیز دیگه از پشت بشناسید. بیایید که قبول کنیم وو رو بگم بهتر، کاردی بی رو اصلا نیستم. تو اگه ننال
ننال بهترین ورس سامان بیلسون تو عمرشون ننال بود هاچی. بمونه حرفی اما کسش نگی نداره بهتون رفتی اسکل تو نمیخواد بگی بخونم چی یه رو ستاتونو میکنم تو یه رو حرفی دیس چیز بود دیگه، ننال دیس اپیکور بود اگه اشتباه نکنم. سموک پاپ خیلی استایلی دوست دارم حاجی. خودش میچاقه بغل عشق مارکت دارا وقتی رفیقش توفشو بره طبقه بالا. دلم شکست گفتم بزا بره لاشی میاد برا دمه چی وقتی تو ادامه رایی. حاجی این فلوی سروش رو ترپو خیلی دوست دارم، ولی هر کنارش دریلای یارو هم خوب اصلا، ولی ترپر قوی تریه سروش قطعا، ولی دریلای قوی هم داره. آژیر بتمن آینه برو بریم. وای وای چه شاتی بودین حاجی. وای ایکی ارشی رو نمیفهمم حاجی. ایکی ارشی اصلا ببین درجه فیلمش داخل ایران اینجوری بود 10 روزه شد این یهو حاجی. من نمیدونم فکر میکنم ارشی اونور یعنی داخل کامیونیتی انگلیسی زبان کامیونیتی خودش داشته و از اون مورد استفاده کرده که میخوام میدونی ویواش خیلی بالاست. طرف با گنگ از پول تو رو کله هدف تا که پشت میکنم تو سرترم بالا سرتونم دیوتین رپم چون میزنم سر بارم میگه سر دارم. رپر خوبیه ولی واقعا فلقه من نیست ولی وای حاجی نشیده بودم اینو. صاف کن اینو منم عد بذارم تو پلیلیستم بیام. خب رفقا حل شد. عشقم امیریبار امیریبار رو دریل حاجی خیلی خوبه. فلوی دریلش رو ترک سوک سوک چی میگی محمد؟ آری کلا بگیر تروفا رو بگیر. چرسی نایکی بوی ترک خوبی نبود از چرسی، بقیه ترکاشو گاش میداشت. خودم کشه ترم تو گونی باشه نابین تا سیسیان نونی میخوره پس تا خواهی کنی. برو بریم. چرکا موزیک ویدیوش خیلی دوست داشتم من. این انیمیشن خیلی قوی داره موزیک ویدیوش. سرطان نیستم یعنی آرش سرطان میتونست الان خیلی بالا باشه. میدونی کیف ایمه یارو. بریم. آی یادش بخیر یه رپری داشتیم به اسم داریوش توکل داشت ملتفت که تیکه الان من خیلی زمان سوا صفر دوستش داشتم. یعنی میرفتی وسط میدون انقلاب میگفتی تهرونه 100 نفر رو من میگفتن به گورستون رویا تهرونه به شهرازه 80 تا پاره رو الاینی تیوی پارتی حیف شد املابی از شهرک شدم جهانی اکباتان حرفام نگاید میانی آره همون تیمم هنو یکی اینگی یو اسش کو ویسکی من هنو بیا پایداری هنو سکه سکه همه پایداری تیم زندگیم همه چشا بشه عرفانم تا روزش زیاد حرف زدم میکنم. ترویس عشق ترویس رو قد کردی ازا گذاشتی آخه. ترویس حسن اینجا بچه ها بیاد قبول کنیم آمریکایی بهتر بودن واقعا، ولی ترپ آرتیست قوی داریم. سروش هیپاپولوژیست بعضیشو هنوز ندیدیم. ام جی هم خوبه. ببین حواست تو جمع کن ازا نظر بیام اونجا بخواد چرشه لیل دارک یهو داری هاشی و رسیدیم به اصل کار. اصل کار اون نه ها، رسیدیم به حسین. سلامتی خار کسته ها همونی که بدیاشو یاد داد به ما دشتی شد مال ما رو خود داد صدا جاش ریمیکسه؟ شدیم قوی تر خود ساخته باز اون ریمیکسش بود شیده بودن ترک. شکر میکنم بچه. برو بریم. این از این پشت معلوم همین صفته.
هر دوشنبه دلگر میشن چهارشنبه ها سرد میشن کی میدونه شما. چی تکتیک موزیک ویدیو خیلی خنده است. یا به قرآن یارو اصلا جدا موزیک ویدیو نیستم، یه واسه اون جلوش تعجب داره میکنه. برمی‌دارن میذارن تو موزیک ویدیو. اون بت چی اون بالا آقای حمید صفت؟ گرفتمت. تنگ میشه تایگا. My love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. عشق شما. این موزیک ویدیوش که دیگه اسکی از امنم بود و همه دوست دارید. چه باروم است. ول کن چون موزیک ویدیو گیر دادی اصلا ویدیو چیز دیگه است یزید. تا اینجا آمریکایی واقعا حاجی بهترن یا تای ویدیو میگم چرا. استایلو یانگ سادن چقدر شبیه شاید. من مست روزگارم و عشق شما. پیک زن عالم رفیقام همه عاشق سگ زدن من روحم مرده ولی جسمم با من الان خیلی دیر شده بهم تکس نده واقعا. پول پوتک بهتر قبل بود واقعا. شبیه دندون شده بود. اوف دانیال اصلی طرفدارش پایینی کمرو میخواد باید تنش رو بزنیم داشتون تبر شعر و قافیه درد. من همکاری دانیال و شایی که به هم خورد خیلی ناراحت شدم، دوستشون داشتم واقعا. خیلی دوستش دارم هاچی این ترک مخصوصا. الان فکر کنم سلیقه من فهمیدید دیگه. یه کوچولو ملوتر دوست دارم رپ اونور این ورالات بیاد. وای پوری تا نیست دل کسی با اگه خودم رو با آتیش میکشم چو بنزین نیمه پر لیوان. وای نشنیده بودم اینو. بدنو دیگه اون و رفقا اینم از ترپ های ایرانی و آمریکایی. حالا قرار تصمیم بگیریم با هم ویدیوها رو دیدیم. بهترین ترپ های آمریکایی تا یه حدی و بهترین ترپ های ایرانی. خیلی جا موندم ولی تا اینجای کار. همین الان کامنت کن بهترین ترپ آمریکایی چیه، بهترین ترپ ایرانی کدومه و کامنت بذار که آمریکا بهتر بود یا ایران. البته اسکیل رو هم در نظر بگیر، یعنی امکانات اسکیل و هر چیزی که ما داریم و هر چیزی که اونا دارن که خیلی با هم فرق میکنه. ویو رو اصلا در نظر نگیر چون که زبان اونا زبان اینترنشنال، زبان ما اینترنشنال نیست. البته یه سری ترک ها مثل ترک های کچی بیت دیگه الان میتونه به سمت اینترنشنال شدن هم بره هاچی، چون اینجوری که ما هم نمیفهمیم چی میگه به قرآن. یعنی گر میدونی مارکت ما باید به این سمت بره که موزیکایی تولید بکنه که همه بتونن گوش بکنن. که کش بیتس به نظر من اوپن کرده این کارو، باز کرده. اوپن کرده رو مثلا زیرتون یکی گفتم. خلاصه که دمتون گرم که تا آخر ویدیو نگاه کردید، منو برای تامین من کلیک کردید. دوستتون دارم خیلی زیاد. بوست رو کله همتون. یه کامنت کاف و قلب آبی برام بذار. حرف دیگه ندارم. بنده یکو فراموش نکن.